پیراهه زندگی پر از پستی و بلندی ها و برد و باخت ها می باشد. راهنورد این زمان همیشه برای موفقیت تلاش می کند و تا جاده اساسی می رسد. در زندگی انسان هایی هستند که بیشتر برای موفقیت دیگران تلاش می کنند و برد دیگران را موفقیت خود می دانند. قهرمان برنامه نوبتی پیراهه انسان است که سبک هنرمندی خود را دارد. هنرپیشه شایسته تاجیکستان عمر تیمور یکی از چهره‌های سرشناس کشور می باشد. او زاده شهری زیبا منظر کولاب است. از روزگار بچگی خویش خاطره‌های جالب دارد. در شهر کولاب سال 1952 8 انور تولد یافتم. در آنجا بسیار من یک محیطی دوره بچگی یک محیط عجایبات بود برای ما. یک شوق آور بود. هر چیزها را می دیدیم، هر خیل بازی ها و هر فرض کردیم من همین موسیقی ها گوش می کردیم. در همون دور بسیار برای ما یک شوق آور بود. هوس می کردیم که ببینیم، یاد بگیریم. زمان نورسی عمر در زادگاهش می گذرد. پدری عزیزش اصلاً با تعمیر اتومبیل مشغول بود. بر ضمن این او دوستدار صنعت موسیقی بود. لحظه‌های فارغ از کار به نوازش اسباب‌های موسیقی مشغول می‌شد. عمر می‌گوید که مشغولیت‌های پدر سبب به آن گشتند تا او هنوز از خردسالی به موسیقی دل ببندد. نصیب ما همین موسیقی بود است که ما همین از قریب از 6 سالگی 5 سالگی پدر ما که دمبره می نواخت، خودش کسبش نبوده که دمبره بسیار خوب می نواخت. بسیار بعد از اون دیده و گوش کرده از اونها یاد گرفتیم یک چیز. من یک موسیقی و بعد در وقتی که باغ پیانیران بود، یک باغ بود، در اونجا باغ می رفتیم. در اونجا یک کروژه که خود فعالیتی بود، بچه‌ای که اشتراک میکردن همین خیلی یک اسباب را ما نگاه میکردیم امورا و همون یک در دل یک همین هوس پیدا شده. عمر تا صنف سیوم در مکتب دهه‌شان تحصیل میکند و بعداً به مکتب اینترنتی شهر کولاب می آید و آنجا ادامه تحصیل میکند. سال 1962 امکش که در شهر تاشکند تحصیل میکرد برای عمر رباب می آورد و به او نوازش رباب را یاد می دهد. همین گونه در مکتب اینترنت نیز عمر بیشتر به درس موسیقی توجه می کند و مراغ می بندد. اونجا دوتار و دمره و رباب و بعدا اسبابای من اکاردیون و اسکریپکا و اینا پیداش بعد هر کدام میمیده حواس میکردیم که هر بسیار هم یک مثل که میخواهی و مثل تشنه برنده همون هم بسیار هم با دقت میآموختیم در هر اسباب. از اون دور بعد که صنف‌های دوم و سوم چهارم شدیم، بعد صنف چهارم از مکتب میانه به مکتب اینترنتی به نام دیواتی شهر کولاب رفتیم. در اونجا که باز تاثیر اونجا گروه‌های روسی بود و گروه‌های تاجیکی. در اونجا هم خیلی از مکتب موسیقی شهر کولاب رفته در اونجا ما را درس میدادن. وقتی که درس میدادن ما در رشته رباب تحصیل کردیم. با اثرهای پروفسیونالی مشق میکردیم. بسیار هم ذوقی خوب داشتیم. بعد در نواختن بسیار یک فکر و چیای خودمان را داشتیم. بعد باز که در مکتب اینترنت کروژوکا را که اشتراک میکردیم در اونجا بود اسبابو که بسیار بود. رابر صنف ما علم قربانش خدا رحمتی بود. اون کس بسیار ما را نظم میدید و نواختن ما را که میدید بسیار هم وای میکرد. از همون انبار اینترنت
که اسباب موسیقی بسیار بود، مثلا اسباب بیان بود، اکاردیون بود، گیتار بود، اسباب هر خیله هر زله، هم اسباب موسیقی سنتی بود، هم اسباب موسیقی اروپایی. از اونها میگرفتم، همه نمونه را آهسته یاد میگرفتم. دوستداری اسباب‌های موسیقی از جمله رباب و دایره و غیژک و نی دنیای عمر را پر از زیبایی کرده بودند. دیگر او از دنیای موسیقی بیرون شده نمیتوانست. به همین خاطر بعد مکتب اینترنت عمر به مکتب موسیقی شهر کولاب داخل می شود و آنجا تحصیل می کند. و در وقتی تمام کردن قریب که اگر چنین یک 8 اسباب 10 اسباب می نواختم، برای که از همون فقط فکری در اسباب بود. اما مکتب اینترنت خیلی بود. وقتی در همون جمع که جای خوب مکان جا بود، بسیار مشق میکردیم، بسیار یک درجه خوب. اگر که نمیافتیم میشه دامون صنف رنگدان بود، رنگدان ها 32 تا رنگدان را تا آواز اما پلاسماسی که بود آواز را تقسیم میکردیم، اما قطعی هم می نواختیم، مثل موسیقی تیار میکردیم، اما مثل چنگ بریم می نواختیم. از همون هم یک چیز تیار میکردیم، بسیار حواس بود. مثلا ایده پیدا میشد، فکر پیدا میشد. از همون نواختن از همون صنف یک معلوم بود که همین باید ما در همین موسیقی در جدای موسیقی باید وای کنم دیگه، مویل شم برم دیگه. بعد مکتب اینترنت سال 1968 رفتم مکتب آموزگاه موسیقی شهر دوشنبه. اون وقت بعد یک فکرای سادگی یادم ببین که عجایبات بود فیروز جان. همین ما خیالم که همین دیرکتری آموزگاه موسیقی ظفر ناظم خیالم. بعد مکتوب نوشتم که چی عریضه به نام ظفر ناظم مرا به همین چه قبول آمدم، گفتم که ما تو را قبول میکنیم، لیکن چی دیرکتر ملاقند بود، امیر ملاقند بود. ما چرا قبول میکنیم؟ میگه دیرکتر ظفر ناظم نیست. حواس بود. امو دور ظفر ناظم بود، آدینو هاشم و جرابیک مراد. امو دور بسیار امو دور بود، دورای بسیار هم دورای خوب بود بسیار. آن روزگار بیشتر به ترانه‌های استاد ظفر ناظم مراغ ظاهر میکند. در معرکه و چاره‌بینی ها سرودهای ظفر را بازخوانی میکرد و با خواست خود آهنگ‌های تازه میآفرید. بعداً او به مکتب موسیقی شهر دوشنبه می آید و آنجا تعلیم موسیقی از فن غیژک می گیرد. آن زمان برای جامعه ما داشتن آموزگاران موسیقی ملی خیلی ضرور بود. به این خاطر استادان به او پیشنهاد می نمایند تا تعلیم غیژک را ادامه دهد. ما را قبول کردن در امتحان که سپردم ناز مرا انگشته ما دیدن که برای غیژک اسکریپت میخواست اسکریپت بگیرن. با چند معلم اومدن که همین ببینیم که کدوم چیزی موافق است. بعد گرفتم غیژک گرفتن مرا در همه اسباب غیژک. بعد خواندم، بسیار 4 سال خواندم. خواهم اثرای هم سنتی می نوختم، هم اثرای چیره غربه، موسیقی غربی را می نوختم، موسیقی از کلاسیکای روس می نوختم. بسیار هم درجه که حرفه‌ای شدیم ده اکادمی می نخوندم. یکی در پالوی همو باز موسیقی سنتی را بسیار هم مشق میکنم که در وجود ما همین یک باز یک بویگری یک غنی می شود. پیروهای زندگی عمر را به دانشگاه آموزگاری تاجیکستان فاکولته موسیقی شناسی می آورد. در این مکان اکنون عمر تیمور شکلی پروفسیونالی صنعت ملی را می آموزد. از استادان بزرگی ساحه تعلیم می گیرد و دانش خود را بای می سازد. آن زمان عمر تیمور کیها در صحنه های بزرگ هنرنمایی می کرد و طریق صدا و سیمای کشور ترانه هایش پخش می شدند. سال 1972 بوده.
بعد اونجا داخل شدیم دیگه در همین اسباب غیجک. اکنون بسیار اونجا پالوی بسیار هم بعضن چیزا بود که ما در دیگر فاکولته میخوندم و در موسیقی شناسی و همین خیلی حواسا بود. وقتی بعد موسیقی نوشید تیاری دیده بودم برای داخل شدن که اون معلمم که بسیار ما را نظم میدید. بعد من در همین اسبابی غیجک دیگه موندم. بسیار اونجا کافدرای موسیقی شناسی عبدالفتاح دینایی بود. خیلی گفتن که همین خوب. بعد معلمم اونو مصلحت کردن که یک کار کنیم غیجک در خانه. بعد گفتن ما میدونیم اگه چی نغزه همین بیا همین در همین رشته غیجک بسیار هم پیشروی داری گفت و میشناسن گفت برای همین باید کنیم. دیگه در همون رشته غیجک یک هفته موندن ده اگه من موسیقیت سپردم موسیقیشون سپردم تیاری با موسیقیت بود. بعد که گرفتم بعد یک هفته ده سیستم اثرها را تیار کردم. بعد در غیجک بسیار خوب سپردم اعلی سپردم میتونم برم. بعد قبول شدیم گذشتیم دیگر در صحنه میبرامدم صحنه در تلویزیون بسیار وقت سیام کده میبرامدم. بعد همچون موسیقی نواز مثل اسباب غیجک اسباب‌های دیگر بسیار هم فعال بودیم. بسیار مینواختیم میخوندیم بسیار. بعد ختم دانشگاه عمر تیمور به شهر کولاب برمیگردد و در مکتب صنعت شهر کولاب فعالیت میکند. در این مکان او برای دوستداران صنعت ملی نوازش و صنعت سرایندگی را یاد میدهد. شاگردان زیادش از این مکتب صنعت کمال یافته و برای خلق مملکت خدمت میکنند. بعد به شهر کولاب رفتیم دیگر در یک مکتب موسیقی رقم 1 بود. در اونجا کار کردیم تو سالهای 90 89 90 یا 90 امین. اونجا بعد فیلیالی آموزگاه موسیقی شهر دوشنبه در کولاب تشکیل شد. اونجا بعد در آموزگاه موسیقی کار کردیم. از آموزگاه موسیقی چند سالی که کار کردیم بسیار در رشته همین بخش عنعنوی سنتی موسیقی سنتی اونجا درس دادم. بعد مخصوص سیمفورا یک ایده یا فانتزیا می اومد که سیمف باید که عنعنوی باشد. سیمفورا می کرپاچوی تاجیکی من همون چی است که تکسریای بالشتای شروع میموند. بعد بسیار هم طرز نشست آمدن نشست همه مثل سنتی میشستن یا دخترها میشستن. بعد لباسای اطلس میپوشیدن. همین ایده‌های من بودم اونجا. بعد از اینجا بعد که میرفتن کمیس مثال از وزارت میدیدن بسیار برای که در دوشنبه نبود یک فکر نبود. یک فکر ما در روزه کردیم ده. بعد مردم بسیار رجوع کردن نمیده. بعد ختم دانشکده آموزگاری سالهای دراز در تربیه نسل نورست یعنی در تربیه آموزگاری مشغول بودند. و غیر از آموزگاری عمر تیمور بسیار در سرودخوانی یعنی آوازخوانی بسیار شوق هوس داشتند. از این رو بسیار هم در جاده سرودخوانی بسیار هم یک سهمی بلند دارند. در سرود آهنگای آن کس همین رو قید کردم ممکن که در حقیقت در وقت آوازخوانی در وقت سرایندن عمر تیمور در سرودخوانیشان تمام پهلوهای زندگی را در بر میگیرد. سال 1993 عمر تیمور به مکتب موسیقی شهر باختر دعوت می شود و تا سال 1996 در این مکان همچون دیرکتور مکتب موسیقی فعالیت می کند. بعداً او به شهر دوشنبه می آید و در دانشکده صنعت تاجیکستان به حیث استاد موسیقی درس می گوید. دویر با همون موضوعی که با همون زمان تعلق داشت فرض کردیم خواندنی او چی همون دویر با همون زمان خدمت میکردیم و مشق میکردیم و خلق خدمت میکردیم میشو میدادیم. بعد از اون سال 1996 اومدیم چی؟ اینستیتوت صنعت دوشنبه اینجا اومدیم در همون بخش موسیقی عنعنوی سنتی در اونجا کار کردیم. از رشته غیجک و آواز شاگرده داشتم درس میدادم. بعد 2003 فکرم 2003 بعد چی
کنسرواتوار ملی که تشکیل شد و با طریق گزارش گذاشتیم اونجا درس خواندم. بعد از اونجا بسیار شاگردای خوب دارم، شاگردای از بدخشان و از خطلان و از شهر دوشنبه و از نایو بسیار شاگردای ناز بودن. حاضرم کار کردن در وظیفه های خوبم کار کردن، همون روبرای موسیقی و روبرای شعبه همون صنعت و عمر تیمور در صنعت موسیقی تاجیک مقام خاصه را صاحب است، زیرا او سبک خاصه دارد و در انتخاب سرود بیشتر کار میکند. پیش از ما جاده‌ای شعر و سخن طی کردم، حرفی از دل گفته‌ای ما از زبان افتاده است. از گل و بلبل نمی باید سخن تکرار گفت، از گل و بلبل نمی باید سخن تکرار گفت. گل زیرنگ و بلبل است، شاخی خزان افتاده است. گل زیرنگ و بلبل است، شاخی پیغان افتاده است. گیر از کتفت کمان مشت بر زانو بیزن، گیر از کتفت کمان مشت بر زانو بیزن. زان کی در غفلت سرا تیر از کمان افتاده است. زان کی در غفلت سرا تیر از کمان افتاده است. استاد عمر تیمورو زیاده از 15 سال می شود که همراه استاد از نزدیک شناس هستم. در کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام استاد طلبچو ستاروف همراه استاد فعالیت میکنم و استاد در تیار کردن متخصصان ساحه موسیقی اسناد تاجیک خیلی هم یک سهمی کلان دارند، چون که در ایام دانشجویی شاهدان هستیم که استاد با همکورسان ما و بعضی همکورسانی که طبق همون تقسیمات در صنف استاد عمر تیمور تقسیمات شده بودند کار میکردند. بسیار با یک صمیمانه با یک صدق اون شاگردان از نازکی های این صنعت موسیقی سنتی یعنی گویم که کار میکردند و ایجاد میکردند و تمرین ها میگرفتند. استاد عمر تیمور یکی از هنرمندای هستند که مردم به خاطر غزل های بسیار بلندشون دوستشون میدارند و همچون مطرب هستند که یک رویه خاص خودشون دارند و در همین رویه کسی تکرار نشده است. به عقیده من کسی تکرار نشده. من فکر میکنم که چون رویه سرودخوانیشون نو است، رویه سرودخوانیشون نو تکرار و نو است و همون تمام وجودشون قطعی سرود میخونند و همون سرودار که با وجودشون میخونند اما هرچی میخونند همونو مینوازند. چون رویهشون که نو است در آوازخوانی هم ترانه های تازه است، در موسیقی هم. عمر تیمور در فعالیت مهنتی خود بدون دانشگاه و دانشکده‌های وطنی چندین سال دیگر در انستیتوت‌های صنعت و موسیقی افغانستان و ایران فعالیت کرده است. همزمان او حین فعالیت کاری به دیگر کشورهای بزرگ و خرد سفری کاری داشت. سفرهای خارج بسیار داشتم، بسیار طرف ایران و افغانستان و بعد سال 2011 یک سال در کابل در دانشگاه کابل و در انستیتوت ملی موسیقی کابل بنام که روبرش سرمست بود، احمد سرمست، در اونجا کار کردیم. وقتی که در دوام خواندن همه چیزا که می‌آموزی فرض کردم گوش میکنیم، مثال
حافظایی که ما داریم، حافظای فرض کردم انا استاد ظفر ناظم، استاد جلالبگ مرادوف، فرض کردم استاد اودینا هاشیموف و با دیگر استادایی که اصلا کدامی نباشه، از کدام منطقه نباشد گوش کردن هم هنر است. هر کس گوش کردن از اونا یک چیزی منشأ از اونا گرفتیم. اگر این قاعده‌اش همینه، اگر از اونا نگیری از کی میگیری؟ همین سنتی همین خیلی است که از اونا گوش میکنی یک چیزی پیدا میشه. مثلا عبدالله نظری، مثلا استاد بسیار از اونا یک چیز پیدا، همین یک همین پیدا شده میخواد از سالهای 71 72 73 74 بعد همین پیدا شدم دوره استودنتی همین پیدا شد. بعد خونه بعد خیجک نوازی هم همین سبک خیجک نوازی هم فرق میکنه. مثلا اگر که خیجک آواز شبین اگر من بنوازم آدم میدونم که من نمیگه دیگه آدم برای که سبک خودش نشون داده 50 رفتن همون صدای آواز برآوردن کشیشو خودش میگه که این دیگر مکتب است. در دو بخش، در بخش آوازخوانی و در بخش نواختنی اسباب خیجک، هم در نواختن خیجک اسباب خیجک و هم در سرودخوانی بسیار مهارت بلند دارند. ما میبینیم که عمر تیمور در وقت سراییدن بیشتر در ساز خیجک خودشون زمزمه کرده با سرودخوانی مشغول میشوند. این هم بسیار یک جهت خوب است که خودشون آهنگای خودشون را ایجاد کرده را در ساز خیجک بسیار هم خوب نواخته از سرودخوانی بسیار به خوبی برآمد می نماید. یکی از بهترین گویم دوننده ترین هنرمندی هستند که سرودها و آهنگهای خیلی هم زیبا ایجاد میکنند. اینچنین متنای گویم که دارای خصوصیت‌های تربیت آور و وطن دوستانه ایجاد میکنن و پیشکش حاضرین میگردونن. اینچنین یک ربایی نیز میخونن که در سراسر کشور به نهایت یک نفوذ کلان پیدا کرده بود که بازا هر آنچه هستی بازا گویم که همچون یک در تمام چورابینایی که وقتی که همین روبایا صدا میدهد حتما استاد عمر تیمور پیش نظر همون بیننده و تماشابین میآید که استاد عمر تیمور همین روبایی رو بسیار در سطح بلند کسبی اجرا کردگی است که تا به امروز تمام خرد و بزرگ گویم که از استاد عمر تیمور یاد میکنند و حتی پیروی نیز میکنند. ببینید که چقدر سرود و آهنگ ها و شعرهای پرمضمون انتخاب میکنند که در دل هر یک فرد تاجیکستان گویم که راه مییابند. امروز شاگردان زیادی دارد که در گوشه و کنار عالم به فعالیت مشغول هستند و همیشه با استاد تماس میگیرند و حال میپرسند. این مرثیه خوانی عمومی از قدیم رایج است. این چی است؟ این خیلی است که همون دوره که بود، همون دوره که ما کار میکردیم، همون دور بسیار میخواستن که هرچی شاعر و هرچی همین مرثیه ها می نوشتن که میره گرفته آهنگ بند مثال میخونده و امیره در رادیو در افیر پخش میکردن، مردم گوش میکرد. یک مثل یک چی شد که همی از چنون بسیار مرثیه از یاد کردم که همی پوری مرثیه شد کلای من مرثیه. بعد از همون چیزو پیدا شدم این که این خونم یک ژانر است، یک مکتب خواندن است. در وقت خواندن و در وقت آواز برآوردن مثلا آواز با خیجک یا که با هم کدام اسم باشه توأم باشه و یک سوز و درد باید که از در همون موسیقی را که بیشتر ما در هر یک برآمدی همون تلویزیون در صحبت ها میگم که موسیقی شعر اول میخونی. وقتی که شعر مرثیه را، غزل، قصیده یا نعت هر چی میخونی در خواندن او پیدا میشه و یک چیز از درون شعر یا که همون شعر یعنی موسیقی را میکشه میگیری. برعکس نیست. برای بسیار آدم اول موسیقی رو با شعر میکواد. او طرح ممکنه یافتن یک توغری میام شعر توام میشه. یعنی که اساس از درون شعر باید موسیقی را بگیری. بعد یک چیزی طبیعی میشه طبیعی میشه که خودش میوه. در کنسرواتوری ملی هم همچون استاد فعالیت داشتن و دوران
من فکر میکنم که هر نفری که شاگرد استاد عمر تیمور هستند از سرود و موسیقی خلقی و صرف تاجیکی به اندازه بهره میبرد، یعنی که شاگرد خوب هم میشه. در ساحه صنعت و موسیقی سبک اسلوبی تازه داشتن ضرور است و انا همین سبک اسلوبی تازه عمری هنرمند دراز میکنن، عمری هنری او را دراز میکنن و واقعا هم استاد عمر تیمور صاحب کسب هستند. هم سروده ها و ترانه های یک ترانه بسیار مشهور دارن، ترانه ها. باور کنید اگر همین ترانه رو اگر ما گوش کنیم تماشا کنیم حتما که از پیش چشم هم ترانه ها روان میشن و همین هر کس نمیتونه کی آهنگ آفرد که از پیش چشم شما همون هر چیزی که میخواهد بگید از پیش چشمتون بگذار و همین هنر بلندی استاد عمر تیمور است.